بیننده های عزیز سلام، شبی همگیتان بخیر. امشب امی برنامه نان خوردن را یک ایدیو تهیه بلده شما بیننده ها ایدیو را رئینم سیل کن کمی دیادی وطن بفتین، مثلا دیاد اودیستی وطن بفتین، دیادی نان خوردن وطن بفتین، دیادی از امی رسم رواج وطن بفتین. اینالی دختر اودیست را میره این آورد اودیست را آره قره بچیم خوب قره کار نگر قره بال بگر بال آفرین بچه بال بس اینال از نوید لاله رو بشی تو جکشور نکن مثل قره ورختا نشو خوبه چی اتای برزم زکش آفر قره آفر قره اون چی نکن خیره بیغم میشی آمه دیگه یک ذرال دی تیچ ده خیره قره از رو قیارم میشی آفرین بو دیگه تای دیسیر ده دالیز بلی خو اره کی نان بایم. بیننده های عزیز ناگفتن نمنه امشو در این هوای یخی زمستان قماندان دشکر تا جایی که من خبر دارم حدید پختک ده امشو اره اموده که از قرار موسموسی قماندان دشکر فهمیده میشه که امشو قدید پختک ده امی یخی جاغوری امی قدید خوب میزیبه یعنی میمشو هوا خیلی یخه اره تو بیش تو که انالی بعد از اودیست دیسترخو میا بعد از دیسترخو نان میا اره شما تا آخر ایدیو با ما باشین تا همون زمان رو با ما باشین که قماندان دشکه امو گوشت را تقسیم نه. اگر قماندان دشکه انصاف داشت کنه عدالت رفتار نه بخشگی کلگی را یگلدی میله. اگر به انصاف بود از خود خو قدر میله از بور کم میله. در نظریم انصاف داره جاوید؟ آره اماد؟ اماد دیسترخور برد؟ آفرین قماندان دشکرم بگر قماندان دشکر بگی آفرین قماندان دشکر بعد مسموس در نظر قدید پختک ده بعد دل تو خوشه خو خدا امین نان تر یا مثلا نان خشک را سر هیچ مسلمان تلخ نکنه. لا امین اره اینالی اگر آبشم خونزم بخشگی از خود در قاب قدر اشت خو از مر کم اشت خو ما وش ننو مال خبر کنو خو تو در وقتی گوشت بخش کدو ما قاضی نخورم خو از اینکه ما وش ننم تو بیخو از مر کم بیله ده بیخش کچالو بیله ما دیلم خوشه که بیخیش قدیده اره بیننده های عزیز من که هستم در خانه دگان مراسم مهمانی جدا نان مخروم با دو دلیل جدا مخروم. دلیل اولیه که یک جای نمخروم چون ما وش ننوم ما که یک لغمه بال نوم ایت فکر نوم که دیگرها 4 لغمه بال گده
دلیل دوم چیه؟ من جدا مخورم که مزاحم دیگران نباشم، یعنی که دیگران بتنه راحت نان بخوره. اره یعنی شوروا را هم آورد. شوروا را آورد. آره. ای نام خدا، ای نام خدا، نام خدا. شوروا از من کدامه؟ مثل که باید خودشیم فهمه. خب تا که قومندان دشکه به حساب کاسه شوروا را یا به حساب کاسه نان تر را توزیع نگده مو کار نگری. خب خواه آره خدید را هم آورد. آره زهرا، ای نام خدا دخترم، تو همیشه اینی میتودیست. خب آفرین دختر قاری را. چیز خل من دله ما وشنم چند قلم شم ده. شوروا هم ده، نیماگ هم ده. شوروا را ارده قومندان دشکه برو خانه آباد. قومندان دشکه همون شو که غذای کمک خوبتره، خیلی مسموس نی. خیلی دل خوشه. اگه شو که پتی آدازه تافه کچالویم خیلی میدم امیدم آساب تو خورد معلوم میشه، کار معلوم میشه. آفرین در رقم غذا خود شکر بشو. خدا همین نان خوش دعا که تلخ نکنه. خب اینالی از زوستو دگو جایم زوستو اینج نانی تر مخورم. خب نانی تر شما 5-6 نفر نانی تر بخورین. من که دایم شوروا را شبکی مخورم امی خوش میه. خب اره اینال شما نانی تر بخورین. بعد از اینکه نانی تر و شوروا از من خلاص شد تو گوشت تقسیم کن. خب بیننده انشالله تا آخر با ما باشین. نان که خورده شد، گوشتی که قومندان دشکه تقسیم کرد هم تصویرش رو میگری. فعلا نان مخوریم ما دیگه. بیننده های عزیز، رسید نوبت گوشت که قومندان دشکه ضبطه تقسیم نه. شما هم که در تصویر روشنین. قومندان دشکه تو غلای عدالت رفتار کنی. نه ما عدالت رفتار. آفرین تو خود رقم ای جور باشی. تو خود نگنی که همین از مور کم بیل از خود قدر خو این دنیا وفا نداره. خب اره واقعا متنون. اره امشب بیننده های عزیز در خانه از مو دو خوشحالیه. خوشحالی اولیه که قومندان دشکه بسیار مسموس نه و خوشحالی دویمیه که امروز بازار انگوری رفته دوم یک برادر خیر بلده خانواده از مو بلده اولادایم 1-2 کیلو مالتم خریده. خدا نگاه میکنه. اره کجای مالته رو اردین؟ آره نمینجا. خب قومندان دشکه همون کسی که بلده از مو مالته خریده که بعد از 20 روز مو میمشه و میوه مخری همون یک دعا کنو بلن. خدا اون مسافرانش نگاه نه خودش نگاه نه. ای جور باشه. نبی دعا که کسی که مالته خریده خدا ور خیر بیده. ای جور باشی، ای جور باشی. خب خدا مردایش را غریق رحمت کنه که بلده اسمو مالته خریده. دل زوستون میمشه و خیلی خوشه. بیننده ها گوری مردا بین بعد از 20 روز اینی میمشه و مالته ده گیر زوستون اسمو هم ده. خدا ور خیر بیده. این صدای قومندان دشکر میشنوین بسیار زیاد دوانه. بیننده اگر خانواده از مر کمک کنین خدا بیخیشم ده در دین دنیا خوار نکنه. قومندان دشکر از برادرای خیر از خواهران خیر یک تقاضا کن و یک کمک کن. خودم نظر داشته شم خدا ور نگاه کنه. ای جور باشه. خودم نظر دیگه دیشه مر کمک کنه تو دوانی ورا. در دوانی. آره. هم خواهران هم برادران بخیر. ای جور باشه. خدا ور نگاه کنه در هر جایی که است. خیلی جور باشه.
این بیننده ها صدای قماندانی دیشکرم شنیدین، بیخین جمله در مجموع دعا ده، چی خواهرای خیر چی برادرای خیر. خدا نگاه کنه چارگور. آره اگر خانواده از ما رو به خاطر خدای متعال کمک کنین انشالله کمکایشیم به جای نموره. اول خدا. آره در اخیر تقسیم شدم. باش بنده قاری قدر بریم که یا سنه که بلده ما کم حالیشتی دردم نه بلدیز ما که قدرم نیلی خیر خو امی حقوق بشر یگل دیه خو. خود اره اون مقدر که خود تو برادر بخشگی خشته از مرم بلو. خود در گردان بسته ننم با. تقسیم شدم. اره که ایدیو طولانی نشنم. تقسیم شد دیگه. تقسیم شدم. اره خب تصویر بگر. تقسیم شد. اره اینی تقسیمی از تو. خب بیخیسه. بیننده های عزیز تصویر بله امزی بسته بخشگی ببر که بیننده دا یادی وطن بفته که گاد وطن چی رقم یک گوشت تقسیم میشد، چی رقم به حساب یک تا تقسیم میشد چی قدر آدم آودان قرد میکرد، یک بوی خاص داره قدید نه؟ یک بوی خاص داره قدید. بیننده ها اما شمار دوانم هم قماندان دیشکر شمار دوانه خدا در بین همه خانواده از ما در حق شما دعا داره. اگر کدام نظر و نظرات دارین، اگر کدام کمک محضن رضای خدا قد از ما کنین انشالله خدا همه ایتان را اجر زیاد بده. خدا یار و مددگار همه ما و شما. خدا حافظ.